سلام دوستان، امروز اومدم با یه ویدیو جدید دیگه از کانال ترفند جدید یک. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چطور یه متن رو تبدیل به گفتار کنیم. خب بریم سراغ آموزش. خب وارد برنامه ویرا میشیم. برنامه شدیم. بچه ها ببینید اینجا چند تا نکته داره. خب اولش تبدیل گفتار به متن، یعنی یه چطور مثلا یه ضبط کنیم بعد تبدیل به متن میشه. خب بعد اینجا تبدیل متن به گفتار، یعنی یه متن بنویسیم تبدیل به گفتار میشه. خب تبدیل متن به گفتار رو میزنیم، میبینیم چی میشه. بعد این مساوی میزنیم، میزنیم. بس اینجا یه متن دلخواه اینجا واسه خودتون مثلا بنویسید. مثلا من می‌نویسم مثلا اینو نوشتم، بعد رو تبدیل به صوت میزنم. خب دوستان ببینید اینجا واسه من میاره مثلا انتخاب بگوید صوت مرد باشه یا زن. خب من مثلا میزنم مرد. خب مرد رو که زدم، بعد رو تبدیل میزنم. خب این سر میکنم، ببینم پخش میکنم. سلام، من مهدی کدگار هستم از کانال ترفند جدیدیک. اگه میخواید سیوش کنید روی این کلیک میکنید و سیو میشه. خب خوشحال شدیم تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما کانال ترفند جدیدیک رو دنبال کن، این ویدیو رو لایک کن تا بهم انرژی بدید. خب تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.